آیا باید روز جهانی دختر را تبریک گفت؟ روز جهانی دختر روز مبارزه با خردسال همسری دختران نوجوان است. متاسفانه در 100 سال گذشته و در زیر سیاست‌های ضد انسانی پهلوی‌ها و ملاهای پانفارس پانیرانیست بر میزان اعدام‌ها، قتل‌ها، زندانیان، بر تعداد کسانی که در تصادفات جاده‌ای مرده‌اند و افزوده شده است. در نتیجه این سیاست‌ها فرزندان بیشماری از ملل مختلف بی سرپرست و گرسنه مانده و از فرصت‌های اجتماعی احتمالی حال و آینده محروم گشتند. همچنین در این 100 سال بر تعداد جمعیت فقیر در میان همه ملل ترک، ترکمن، قشقایی، عرب، بلوچ و افزوده شده است. این خانواده‌های فقیر توان تأمین هزینه زنده ماندن و تحصیل فرزندان خودشان را نداشتند و ندارند و دولت‌ها در ایران سیاسی جدید و جعلی هم از این خانواده‌ها حمایت مالی کافی نکردند و نمی‌کنند. در نتیجه این سیاست‌ها بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند برخلاف میل خود و بر اساس ضرورت فرزندان خودشان را بفروشند یا به کارهای غیر انسانی مجبور شده‌اند. در چنین بازاری دختر بچه های خردسال بیش از پسر بچه ها مشتری داشتند تا به عنوان وسیله سکس از آنها استفاده بشود. یعنی خانواده های فقیر دختران خردسال خودشان را در زیر نام ازدواج مصلحتی به افراد بزرگسال میفروشند تا شکم آن دختران را سیر نگه دارند تا شاهد مرگ آنها از گرسنگی نشوند. لذا تا روزی که در میان انسانها خانواده‌ای به هر دلیلی دختران خردسال خودشان را مجبور به انتخاب ازدواج مصلحتی با بزرگسالان می کنند، نمی توان روز دختر را تبریک گفت، بلکه باید این روز را به عنوان روز سیاه تاریخ و بشریت به همدیگر تسلیت بگوییم. ناگفته نماند که عامل اصلی چنین وضعیتی سیاست‌ها و دولت مردان سودجوی پانفارس ایران هستند که همه بودجه‌های بزرگ را صرف اهداف ایدئولوژیک یا ثروت اندوزی و دزدی‌های خودشان کرده اند و می‌کنند. اما طرف دیگر معادله صاحبان مال و مکنت، ثروت، تولید، توزیع و هستند که دارای سرمایه‌های حاصل از بازوی کار همین ملل هستند. یعنی سرمایه‌داران این ملل هم به اندازه دولت و دولت مردان ایران فارس زده در قبال وضعیت فقر عمومی و زندگی مردم، فروش دختران، رواج فحشاء حاصل از فقر و در ایران سیاسی جعلی و کنونی مسئول هستند. آیا ثروتمندان این ملل نمی توانند سیستم و تشکیلاتی را تأسیس و اداره بکنند که به تأمین کار و رفاه خانواده‌های نیازمند منجر بشود؟ آیا اختصاص 10% از درآمد ثروتمندان این ملل کفاف تأمین نیازهای چنین خانواده‌هایی را نمی کند؟ تا دختران خردسال فروخته نشده پسران خردسال به کارهای خلاف شأن انسانی مجبور نشوند و یا مورد تجاوز قرار نگیرند؟ در آینده نچندان دور جامعه و تاریخ انتقام بسیار سختی را از پانفارسیسم، پان ایرانیسم، دولت مردان ایران و ما انسانهای بی تفاوت و ثروتمندان در قبال فرزندان این جامعه خواهد گرفت. بیایید آینده را همکنون درست بکنیم.